اینا کارتشو جلو شما باختن، بهت گفتن شهروند دیگه، قاعدتا مافیا هم باشه کارت دیگه رفتی که نمیتونن بیرون تارگت بزنن. اون آقا گفت بین این دو تا خانم تو بازی مافیا نشسته، این خانم رفت با کارت خودش رو تارگت زد، این خانم خودش تارگت نزد. پس کارت اون آقا با اون هوش هیجانی که معارفه داشت، به نظرم کارت شهروندی. این خانم بازی فریز کرده تو این دو تا. پس تو لوکیشن این آقای بغل دستش این خانم ماکسیمم مافیا که پیدا کنی یه دونه است. رو کارت 7 نفر میشه چند تا؟ نهایتا 2 تا مافیا. این آقا کسی بوده که از اون لوکیشن تو بازی تارگت خورده. 1 تا 4 مافیا من تو بازی وارد نشدن، شما دوبار چالش گرفتید. به من این خانم دوباره تارگت زدید دیگه. کلام رسید به ترنش به خودت گفت شهروند تو بازی. پس کارت تو رو میذارم کنار. باکس شما مهراب انسانی آدز نداره تو بازی بین تو مافیا نباشه. مهراب انسانی فهمیده تو این سه نهایت مافیا باشه یه دونه است. این آقا رو اینجوری دماغ مالی بهش گفت حتما شهروند به این آقا خورده گرفت. پس حتما به این آقای علیرضا امامی. این آقای مهراب تو لوکیشن 5 تایی که دنبال مافیا دارن میگردن حداقل تو مافیا نشسته بود. نفر بعد چالشمو دادن به اون شو شهروند